2 هفته پیش سازمان فضایی آمریکا ناسا این خبر هیجان انگیز را منتشر کرد که در مریخ یا بهرام آب روان وجود دارد. آب مسئله بسیار مهمی است از جنبه‌های گوناگون، به ویژه به سبب رابطه‌اش با زیست. زیستی که در کره زمین می‌شناسیم بر آب استوار است. از این گذشته بهرام یا مریخ نزدیکترین سیاره به زمین است و پی بردن به این که در سیاره همسایه ما آب هست یا نه پیامدهایی بسیار دارد برای بهتر شناختن مریخ و نیز برای برنامه‌های فضایی آینده. پیش از این می‌دانستیم که در مریخ آب به دیسه یخ وجود دارد، ولی این کشف تازه خبر از تراوش آب می‌دهد. برای اینکه به اهمیت موضوع خوب توجه کنیم باید تاریخچه کوتاهی از کوشش‌هایی که تاکنون برای یافتن آب در مریخ شده به دست دهیم. نخست ببینیم مریخ چگونه سیاره است. مریخ 4مین سیاره راژمان خورشیدی پس از زمین است. فاصله اش از خورشید 1.5 برابر فاصله زمین از خورشید است. هر 687 روز یک بار به گرد خورشید می‌گردد. قطر آن 6780 کیلومتر است، یعنی تقریباً نصف قطر زمین. در تصویر شماره 1 می‌توان اندازه‌های زمین و مریخ را با هم سنجید. این تصویر همچنین یکی از 2 کلاهک سفید قطبی مریخ را نشان می‌دهد. جرم مریخ 1/10 جرم زمین است. بنابراین جسم 60 کیلوگرمی در آنجا 20 کیلوگرم خواهد بود. مریخ جو دارد، ولی جوی بسیار تنک. 95% آن گاز کربونیک است. در مقایسه گاز کربونیک جو زمین 0.03% است. در حدود 3% آن ازوت است، حالان که 78% جو زمین از ازوت درست شده است. اکسیژن در آن بسیار کم است، حدود 0.1%، حالان که در زمین به 20% میرسد. فشار جو آن 5000 فشار جو زمین است، مانند فشار در فرازای 35 کیلومتری در جو زمین. سطح مریخ بسیار سرد است. دمای میانگین در روز منهای 15 درجه سانتیگراد است و در شب به منهای 100 درجه سانتیگراد فرو می‌افتد. در گرمترین نقطه استوا در تابستان به 20 درجه سانتیگراد میرسد. به سبب سرما آب نمیتواند به دیسه مایع وجود داشته باشد و چون فشار کم است بخار می شود. پس میبینید که مریخ محیطی است کویری، خشک، سمی و ناسازگار برای زیست. این پرسش که آیا در مریخ آب هست یا نه پیش از عصر فضا باز میگردد. در سده 17 پس از اختراع تلسکوپ، همین که مریخ را نپاهیدند، کلاهک‌های سفید قطبی آن را دیدند و آن را به آب نسبت دادند. این کلاهک‌ها در واقع از گاز کربونیکند، ولی یخ آب هم در لایه‌های زیرین آنها وجود دارد. اخترشناس انگلیسی هرشل در سال 1784 ناحیه تیره سطح مریخ را که با تلسکوپ‌های آن زمان می‌دیدند دریا نامید و ناحیه‌های روشن را خشکی. هرشل میپنداشت که در مریخ موجودهای هوشمند میتوانند وجود داشته باشند. اخترشناس ایتالیایی جوانی اسکیاپارلی در نیمه دوم سده 19 با تلسکوپ 20 سانتیمتری خود به مطالعه مریخ پرداخت و با استفاده از نزدیکی مریخ به زمین در سال 1877 نخستین نقشه رویه مریخ را کشید. در آن زمان هنوز عکسبرداری با تلسکوپ رایج نشده بود و اخترشناسان چیزهایی را که در چشمی تلسکوپ می‌دیدند با دست روی کاغذ می‌کشیدند. نقشه اسکیاپارلی را در تصویر 2 می‌توانید ببینید. در این نقشه یک رشته خطهای راست خشکی‌ها را به دریاها می‌پیوندند. اسکیاپارلی این ساختارها را کنالی نامید که در ایتالیایی به معنای شیار در زمین یا مجرای آب است، ولی کنالی را به غلط در انگلیسی کانال ترجمه کردند که به معنای آبراه ساخته انسان است. اخترشناس آمریکایی پرسیوال لابل
سخت بر این باور بود که در مریخ موجود هوشمند زندگی می‌کند. تلسکوپی به قطر 40 سانتی متر را به مطالعه رویه مریخ اختصاص داد و یک رشته کانال کشف کرد که در تصویر 3 دیده می شود. البته همه اخترشناسان با او همداستان نبودند و مدتها درباره این کانال‌ها بحث داغ برقرار بود. با پیشرفت در ساختن تلسکوپ‌های تواناتر بازتابی، اخترشناسان پی بردند که ساختارهایی که اسکیاپارلی و لاول دیده بودند در واقع خطای نوریک یا اپتیکند که کاستی‌های تلسکوپ‌های شکستی آن زمان به وجود می‌آوردند. به عصر فضا می‌رسیم. فضاناوهایی که ناسا از نیمه دوم دهه 1960 به سوی مریخ فرستاد چهره واقعی مریخ را نشان دادند. مارینر 4 نخستین فضاناوی بود که در سال 1965 از نزدیکی مریخ گذشت و دقیق ترین تصویرهایی را که تا آن زمان میشد از مریخ گرفت به زمین فرستاد. این تصویرها نشان دادند که رویه مریخ کویری است پر از لاوک‌ها یا گودال‌های برخورد با شخانه‌ها. وجود این همه لاوک نشانه این بود که سطح مریخ نباید دستخوش فرسایش جوی و فعالیت‌های زمین‌شناختی مهمی باشد. ناسا تاکنون 9 کاوشگر به روی مریخ فرود آورده است که با دستگاه‌های خود به تجزیه و تحلیل‌های گوناگون از زمین و جو مریخ پرداختند. از آن میان 4 روور در سطح مریخ کیلومترها راه پیمودند و داده‌های بسیار به دست آوردند. به ویژه روور کیوریوسیتی تصویر شماره 4 که در سال 2012 در آنجا فرود آورده شد با دستگاه‌های گوناگونش شناخت ما را از این سیاره پیشرفت بسیار داده است. تصویرهای 5 6 7 8 و 9 عکس‌هایی اند که کیوریوسیتی از منظره‌های روی مریخ گرفته است. به یاری این داده‌ها امروزه می‌دانیم که 3-4 میلیارد سال پیش در مریخ دریاچه و رودخانه وجود داشته است و همکنون در برخی ناحیه‌های آن زیر زمین یخ است. نتیجه جدیدی که 2 هفته پیش منتشر شد از نپاهش‌های ماهواره مارس ریکونسانس آربیتر به دست آمده است که در سال 2005 به مریخ فرستاده شد. هدف آن پی بردن به تاریخ و گذشته آب در مریخ است. همچنین هواشناسی روز به روز مریخ را مطالعه می کند. در این 10 سال داده‌های بسیار مهمی به زمین فرستاده است. واگشود رزولوشن تلسکوپ آن به اندازه‌ای است که می تواند جسمی به اندازه بشقابی را در سطح مریخ تشخیص دهد. بیناب سنج آن می تواند بیناب یا طیف نور بازتابیده از سطح مریخ را مطالعه کند. نپایش‌های این ماهواره نشان می‌دهند که در سراشیبی برخی از تپه‌های استوایی مریخ در تابستان مایعی راه می‌افتد. در تصویر 10 یکی از این تپه‌ها را می‌بینید. باریکه‌های تیره رنگ اثرهای تراوش مایع است. تصویر 11 این باریکه‌ها را نشان می‌دهد که در زمستان از میان می‌روند و در تابستان باز می‌آیند. پهنای این باریکه‌ها در فصل سرد از 1 متر کمتر است ولی در تابستان به 5 متر میرسد. درازای آنها صدها متر می شود. این پدیده را پژوهشگران چند سال پیش هم دیده بودند و برای آن چند امکان در نظر گرفته بودند که یکی از آنها روان شدن آب است. ولی چنان که گفتم آب در سطح مریخ نمیتواند با حالت مایع وجود داشته باشد، استدلال خود را دنبال نکرده بودم. کشف جدید این است که بیناب یا طیف گرفته شده از این باریکه‌ها نشان می‌دهد که آنها از ترکیب‌های نمکی هستند، به ویژه پرکلورات منیزیم، کلورور منیزیم، پرکلورات سدیم. وجود این نمک‌ها نقطه انجماد آب را پایین می‌آورد و آب آمیخته با این نمک‌ها می‌تواند تا دمای منهای 40 درجه سانتیگراد مایع بماند و روان باشد. پس این آب در زمستان که دما بسیار پایین است یخ می‌بندد، ولی در تابستان که دما بالا می‌رود روان می‌شود و از سراشیب‌ها می‌تراود. البته باید گفت که ما هنوز دلیل سرراستی برای وجود این آب نداریم. وجود نمک‌های پرکلورات را به بودن آب روان نسبت می‌دهیم. باید منتظر نپاهش‌های دیگری در آینده بود. اما این آب از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ 2 امکان وجود دارند.
یکی آبی که در جو به صورت گاز و بخار هست که شب متراکم می شود و روز که گرم می شود به آب تبدیل می گردد مانند شبنم. دوم وجود یخ در زیر سطح مریخ. احتمال نخست ضعیف است چون مقدار آب در جو مریخ بسیار کم است و نباید بتواند چنین پدیده‌ای را به وجود آورد. پرسش دیگری که مطرح می شود این است که آیا در این آب زیست به دیسه باکتری ها و میکروب ها می توانند وجود داشته باشد؟ انسان آب بسیار شور را برای کشتن باکتری ها به کار میبرد در نگاهداری طولانی مواد خوراکی، در کنسرو سازی. پس این باریکه های تیره نباید جای مناسبی برای زیست میکروب ها باشند. پیش از آن که ادامه بدم باید به نکته زبانیک اشاره کنم. به این گونه مایع شور در انگلیسی براین میگویند، در فرانسه سومور، در آلمانی زوله. در فارسی رسمی برای آن واژه مناسبی نداریم. میگوییم آب نمک که شخصیت ندارد چون هر آبی که با نمک آمیخته شود آب نمک است. ولی در شمال ایران به ویژه در گیلکی و تاتی به چنین محلول بسیار شوری اژدم میگویند. ماهی را در اژدم میخوابانند تا شور شود. بهتر است در فارسی هر جا که مقصود آب شور با درصد بالای نمک است واژه اژدم را به کار ببریم. به موضوع زیست در مریخ برگردیم. با اینکه نمک‌های پرکلورات گونه‌ای اژدم هستند، یعنی محیطی نامناسب برای زیست باکتری‌ها، نمی‌توان وجود آنها را در تراوش‌های مریخ رد کرد. آینده نشان خواهد داد. وقت ما به پایان رسید. به کوتاهی بگویم کاوشگر کیوریوزیتی در نزدیکی یکی از این محل‌های تراوش آب قرار دارد، ولی ناسا آن را برای پژوهش مسئله آب به آنجا نخواهد فرستاد، زیرا این روور به اندازه کافی سترون نشده است و ممکن است آن محیط ویژه را با میکروب‌هایی که از زمین برده است آلوده کند. بیگمان ناسا و سازمان فضایی اروپا ایزا با فرستادن کاوشگرهای دیگر این مسئله را خواهند پژوهید.